دکتر یوسفی هستم. در این جلسه میخوایم در مورد یک مبحث خیلی مهم به اسم سود و فقدان صحبت کنیم. کمتر کسی هستش که تجربه از دست دادن عزیزی رو نداشته باشه و اشکی نریخته باشه. اما فقدان فقط از دست دادن افراد و عزیزان نیست. هر رابطه‌ای که به پایان میرسه، هر موقعیتی که از دست میره یا آرزو و هدفی که ما بهش نمیرسیم میتونه ما رو دچار واکنش سود بکنه. سود اساساً واکنش ما هست به از دست دادن ها، به فقدان، و همونطور که گفتیم یه تجربه همگانی هست و در همه انسان ها دیده میشه. معمولاً واکنش های ما در برابر سود چندین دسته هست که اولین واکنش و مهمترین اون انکار و شوک هستش و اینکه ما نمیپذیریم اون فقدان رو، اون از دست دادن شخص رو یا اون رابطه رو و دچار شوک هستیم. بعد از اون هستش که به تدریج احساس خشم، احساس غمگینی، افسردگی میاد و احساس بی‌حسی، احساس غیر واقعی بودن. اینا احساساتی هستش که میتونه همزمان تجربه بشه و ما رو دچار ناراحتی و در واقع بیقراری بکنه. باید بدونیم همه این واکنش‌ها طبیعی هستن، هرچند سخت این احساس غم و خشمی که داریم یا ناراحتی که داریم تجربه میکنیم، اما سود یه اتفاقیه که به طور طبیعی در واکنش به مسائل فقدان رخ میده و باید بپذیریم که یک مرحله‌ای هستش که در زندگی باید اون رو پشت سر بگذاریم. اما همونطور که ما یک انسان کامل نداریم، سود کامل هم تعریف نشده که یک نفر این سود در واقع طبیعی هست و این سود غیر طبیعی. هر شخصی، هر جامعه‌ای و هر فرهنگی واکنش‌های سود خودش رو به طور خاصی تعریف میکنه. بنابراین خیلی مهمه که تصور نکنیم یک کلیشه خاصی برای سودواری وجود داره و شخص به شخص و جامعه به جامعه و فرهنگ‌ها میتونن تفاوت نشون بدن. علائم رایجی که در سود میبینیم مشکلات خواب هست، مشکلات بی‌اشتهایی هست، فراموشکاری، گوشه‌گیری، انزوا، اضطراب شدید، حتی حملات پانیک میتونه، حملات عصبی میتونه به دنبال سود رخ بده. و به همین خاطر آشنایی با این مراحل و این واکنش ها کمک میکنه که بتونیم بهتر با سود روبرو بشیم. اما وقتی دچار فقدان میشیم و سود ما رو در بر میگیره، چه کار کنیم که بتونیم در واقع این مرحله رو به طور مناسب و با سازگاری بگذرونیم؟ چون موقعیتی نیستش که ما در اون سود بخوایم مقیم بشیم و دائما اون سود رو بخوایم طی کنیم. سود هم مثل یک مرحله‌ایه که باید پشت سر گذاشته بشه و کم کم به اون مرحله پذیرش و مرحله کنار اومدن و سازگاری بهش برسیم. اهمیت داره که ما در دوران سود از خودمون غافل نشیم. خود مراقبتی خیلی اهمیت داره. اجازه ابراز احساسات بدیم، از گریه کردن نترسیم یا اصرار نکنیم به گریه کردن. اون واکنشی که طبیعی هست رو بخوایم از خودمون بروز بدیم. ممکنه بیقرار بشیم. باید در واقع صبر و شکیبایی داشته باشیم که بتونیم این دوره رو بگذرونیم. با خودمون مهربون باشیم، بپذیریم که گاهی نمیتونیم اونطور که میخوایم سودواری بکنیم، گاهی نمیتونیم احساساتمون رو ابراز بکنیم. نباید خیلی گرفتار کلیشه ها بشیم و احساس کنیم که ما یه نقصی این سودواریمون داره. نیازهای اولیه‌مون رو فراموش نکنیم. تغذیه هست، خواب کافی هست و حمایت گرفتن از افرادی که در اطرافمون هستن، حمایت بگیریم، کمک بخوایم، ارتباط با دیگران
خیلی کمک کننده هست. البته ما فرهنگی هم داشتیم که این ویژگی ها رو ذاتی و در سر سالیان و هزارها آموخته بودن. همسایه ها مراقبت میکردن از سوگواران، غذاشون تامین میکردن، کار اولیه‌شون رو انجام میدادن. در واقع خانواده ها و همسایه ها مراقب همدیگه بودن که بتونن اون فرد سوگوار اون دوره رو بگذرونه، بتونه در واقع کنار بیاد با این شرایط. و کنار اومدن به معنای فراموش کردن اون سوگواری و اون شخص از دست داده نیست، به معنای پذیرش و تطابق با اون شرایط و اینکه ما بتونیم زندگی رو با یاد اون شخص و با خاطرات اون شخص بتونیم ادامه بدیم. گفتیم از خاطرات نباید بترسیم. در دوران سوگ نگاه کردن به عرض و یادآوری گذشته. فردی که دچار سوگواری هست گفتیم خود مراقبتی و ارتباط و یادآوری خاطرات رو میتونه انجام بده. ما که در کنار فرد سوگوار هستیم و دیگران با فرد سوگوار چطور رفتار بکنن. حضور داشتن افراد، گوش کردنشون خیلی اهمیت داره و پرهیز از نصیحت‌ها و صحبت‌های تکراری که مرتب میگن خودت رو کنترل کن، عاقبت همه مرگ، نمیدونم قوی باش، تحمل کن، ضعیف نباش، نمیدونم این صحبت‌هایی که در واقع کمکی به شخص نمی‌کنه و حتی ممکنه نشون بده که ما درک نمی‌کنیم اون شرایط شخص رو. بیشتر از اون باید شنونده باشیم و بدون قضاوت، بدون اظهار نظر حرفای فرد سوگوار رو گوش بکنیم. حمایت‌های عملی گفتم تهیه غذا هست برای اون شخص، امکانات اولیه رو تهیه بکنیم، بچه‌ها رو به مدرسه برسونیم، از سرویس مدرسه برگردونیم، اگر فرصت داره، حوصله داره، ازش بخوایم که با هم پیاده روی بریم، با هم وقت بگذرونیم، اما خودمون رو تحمیل نکنیم به اون شخص. این خیلی مهمه. یعنی ما اصرار بکنیم که نه حتما باید باهاش باشیم، تنهاش نذاریم، ولی در شرایط خاص. بنابراین به حریم خصوصیش احترام بگذاریم، اما امیدوار باشیم که اون هم از ما بخواد کمک بگیره و این رابطه رو و روابطش رو ادامه بده. بنابراین شکیبایی و زمانی که ما اختصاص میدیم برای سوگواری فراموش کردن عزیز نیست و بلکه فرصت دادن برای بازگشت به زندگی هست. ممکنه برخی از سوگواری‌ها دچار مشکل بشن و از اون روال طبیعی خودشون خارج بشن، چون اون موقع نگران کننده میشن و نیاز به مداخلات تخصصی و روانشناسی، روانپزشکی دارن، مثل فکر آسیب به خود، مثل افسردگی شدید که باعث ناتوانی میشه، انزوای شدید پیدا میکنه، گاهی سوء مصرف مواد و اینکه متاسفانه توصیه‌های نابجایی که مثلا با این مواد میتونن خودشون رو تسکین بدن، میتونه مشکل ساز بشه در فرایند سوگ و یه مشکلی رو به مشکلات اضافه بکنه. مثل قالب مسائل و مشکلات وقتی ما نمیتونیم کنار بیاییم یا نمیتونیم کمک اطرافیانمون یاری کننده نیست، از مشاور و روانشناس باید کمک بگیریم. سوگ در واقع بهایی هستش که ما برای دوست داشتن میدیم. شاید بعضیا بگن که بهای زیادی هست، ولی به نظرم دوست داشتن اونقدر ارزشمنده که هر بهایی واقعا میشه براش داد و نباید از دوست داشتن و دوست داشته شدن ترسید، اما سوگ رو هم باید پذیرفت و اینکه بپذیریم با فقدان، با از دست دادن رابطه، از دست دادن شخص و اینکه چطور بتونیم با اون کنار بیاییم. ممنونم که به این جلسه هم توجه کردید و امیدوارم در جلسات آینده هم همراه من باشین. موفق باشین.